خب بچه ها ببخشید این ویدیو رو استاپ نکردم، فراموش کردم. این نسخه یک و بعدش بود 1.2 این زیاد فکر نکنم با اون فرق داشته باشه، برش کن. اما کریتیوین خب اینم فکر نکنم با اون فرقی داشته باشه. برو بریم ببینیم چطوری. فکر نکنم، تو رو خدا فرق نداره. خب بچه ها 2 تا از اولین نسخه ماینکرافت رفتیم که همشون این بود. در واقع تو کامپیوتر فکر کنم فرق داره، چون ویدیویی که من دیدم تو کامپیوتر بود. تو کامپیوتر مثل منوی همین نسخه بود. اینو میگرفتن می آوردنش پایین، کل آیتماش هم که می آوردن پایین، اینو میگرفتن می آورد پایین، کل آیتما همینا بود. فکر کنم چون مثلا کل آیتما همین بوده و اینم که پوجاب لانچر مثل کامپیوتر اصلی نیست، گفتن همه رو یه جا نشون میدیم تو موبایل. فکر کنم به خاطر همین، چون تو کامپیوتر کلش همینا بوده گفتن یه جا نشون میدن. وگرنه که اگر اونطوری بود که هیچ ها گفته همین رو به یه جا نشون میدم، اشکال نداره. خب من یه چند تا دوست ماینکرافت پلیر دارم، اگر خواستیم با اونا دراپر بریم، مپ مود بریم، یه دونه ویدیو اسکوید گیم تو ماینکرافت میدم، هم فصل 1 و 2 هم هست. با پوجاب لانچر نمیریم، با خود بدراک میریم، چون مپشو تو بدراک دارم، تو این پوجاب لانچر ندارم. ولی اگه خواستی بیشتر از پوجاب لانچر بزنن حتما بگی. اگه خواستی سرورهای ماینکرافت جاوام تو پوجاب لانچر بریم حتما بگید. اگرم تو موبایل هم میشد که خب میریم دیگه. خب تا ویدیو دیگر، بای بای.